سلام دوستان عزیز، شما در کانال راهنما هستید. سبب ویدیو امروزه یعنی این زنگ‌های پای در پای بعضی برادران بود که به من زنگ زدن میگفتند که مبارز چرا تو تلفن‌های یعنی قیمت رو توصیه میدی و مثلا درباره‌اش معلومات میدی ولی درباره تلفن‌های ارزان کم معلومات میدی. مثلا بعضیشون از تاجیکستان اومدن، مثلا میگن ما از تاجیکستان اومدیم، مثلا امکاناتی خریدن تلفن‌های قیمت رو نداریم. بودن بعضی دانشجویانی که در اینجا تحصیل میکردن و آنها نیز امکانات خریدن یعنی تلفن‌های قیمت را نداشتند و نمیدونستند که مثلا با نرخ‌های ارزان کدام نمودی تلفن رو خریداری کنند و همین سبب شد که من امروز با یک تلفن رو با نرخ ارزان یا دسترس یعنی با شما توصیه میدم. این ردمی 4X می باشد. سبب انتخاب کردن من یعنی سبب یکمش این بود که باتریش 4100 میلی آمپر است. خیلی حوض میکشیم میبینیم که مثلا از پامیتش و پروسسورش و دیگر کامراش و دیگر چیزهاش آگاه خواهیم گشت. اینچنین یک توصیه دیگر میدم که برادر وقتی که مثلا تلفن خریداری کردن هستید اول مثلا ببینید که کدام تلفن خوب مثلا اصلا از 5 تا 10 هزار چگونه تلفن خوب. خیلی ما در کانال بسیار ویدیو داریم و این موضوع مثلا هستن تلفنی که از 10 تا 15 هزار، مثلا هستن تلفنی ردمی 5 پلوس، هونور 9 لایت، اینچنین سامسونگ آسی مثلا 2019 اکرانش هم خوب، بسیار تلفن‌های خوب است. از همین سبب با احتیاط باشید. مثلا اگر از 15 تا 20 هزار تلفن خریدن باشید، یک از تلفن‌های بهترین مثلا سامسونگ A50 که این هم تلفنی بهترین است. خیلی خلاصه گپ رو دراز نمیکنیم. تلفن ردمی 4X رو میکشیم میبینیم که از چه های عبارت است. خیر خلاصه از коробкаи خود تلفن آغاز میکنیم. در خود تلفن یک USB کابل، یک ویلکا، سیمچه خردک برای سیم کارت، حجت و خود تلفن رو پیدا کردیم. پلوس یکمی ردمی 4X این باتریش یعنی 4100 میلی آمپر است. پلوس دیگرش باشد اینکه در تلفن سکینر خوبی отпечатки پالت نصب شده است. دوستان فکر میکنم که در 6500 صاحب تلفنی با باتری 4100 میلی آمپر است، отпечатки پالت 32 گیگابایت پامت داشتن این خود یک غالبیت کلان است. خیلی قید کردیم اپراتیوی پامت 3 و خود پامت اساسی باشد 32 گیگابایت. تلفن با تاب دل کار میکند. راستی من خودم تقریبا 2-3 ساعت در اینترنت استفاده نمودم. خوشبختانه اگون مینوسش رو ندیدم. یعنی خوب کار کرد. خیر باز اویدی چیش گپ زنیم. مثلا اکران دیسپلی 720p 5 دیومه اکران روشن نشان میدهد و خوب کار میکند. در تلفن میتونید دو سیم کارت یا اینکه یک سیم کارت و کارت پامت گذارید. اویدی کامراش باشد 13 مگاپیکسل، سپیشکا و پلوس автофокус دارد. خلاصه بد نیست، خوب سرعت میگیرد. لیکن کمپانی سیائومی تنها در پروسسور این تلفن کمی خصیصی کرده. پروسسور ارزانتر یعنی 435 اسنپ دراگون رو نصب نموده است. به هر حال با بسیار بازی‌ها تاب می‌آورد، لیکن بازی‌ای که مخصوصاً کلان است مثلا از جمله تانک و دیگر بازی‌هایی که یعنی گیگابایت کلان دارند با آنها نه آنقدر تاب آور است. خیلی خلاصه این بود معلومات درباره ردمی 4X. اگر این تلفن‌هایی که دیگر تلفن‌ها رو نیز با نرخ‌های دسترس خریداری کردنی باشید میتونید به این رقم مراجعه نمایید. تلفن‌ها در تمام استانسی مترو مسکو طریق کوریر و دیگر شهرهای تریتوری فدراسیون روسیه باشد طریق پشت روانه می‌گردند. میتونید به این رقم‌ها زنگ زنید. خیر دوستان عزیز، خدا نگهبان.